الان از هر 2 مرد 1 مرد داره سرطان میگیره طبق آمار بهداشت جهانی و از هر 3 زن 1 زن داره سرطان میگیره. من شاید صدها ساعت فیلم سرطان گوش کردم از بهترین متخصصین سرطان دنیا. تاکید اینی که عامل اصلی اینی که انسان استرس داشته باشه، شوک عصبی و بعد یه چیزی رو در خودش نگه داره، کینه و نفرت. همشون تاکید داشتن که این کینه نفرت باعث میشه که شما به صورت سرطان خودشو بزنه بیرون، چون شما کوچکترین استرسی که دارین سیستم ایمنی سرکوب میشه. بهتون بگم فکر جسمو متلاشی میکنه. یعنی بهتون بگم الان مشکلات تو دیابتی‌ها به خاطر افکاره، به خاطر استرسه. MS‌ها، میگرنی‌ها، اصلا خدمتتون دق مفصلی‌ها، آرتروزی‌ها، همش به خاطر افکاره. شوخی نداریم که. نصف کسایی که در کرونا مردن به ترس از کرونا مردن، نه یعنی با اسم کرونا، نه به خود کرونا. فکر داغون میکنه آدم. الان خیلی از شما که اینجا نشستید افکارتون داغونه. چرا نمیتونی بخندی؟ چرا نشاط نداری؟ چون فکر درگیره. چرا نباید مسخره کنیم اون سخنران انگیزشی که میگه دوست دارم الکی خوش باشم ولی واقعی افسرده نباشم؟ چون الان متوجه شدن که دلیل اصلی بیماری‌های قلبی که منجر به مرگ میشه چاقی، کم تحرکی، غذای چرب، سیگار و غیره نیست. اینها مهمند ولی دلیل اصلی نیستن. دلیل اصلی بیماری‌های قلبی شاد نبودن